دوستان عزیزم سلام، امیدوارم حالتون خوب باشه، سلامت باشید. عزیزان میخوام براتون تستای درس فناوری اطلاعات آزمون استخدامی زندان ها که 10 اسفند ماه 1403 برگزار شد رو براتون حل کنم. خب 12 تا تست داده بودن در مورد این درس که بریم تستا رو حل بکنیم و نظرم در مورد این تستا رو میذارم توی تست آخری خدمت شما میگم. فقط این نکته رو بگم که عضو کانال های عمومی من بشید، کانال فناوری اطلاعات که تعداد خیلی زیادی تست داره که دونه دونه توضیح دادم با وایس، با توضیحات فراوان. هوش و استعداد، کانال هوش و استعداد من که تعداد خیلی زیادی تست داره، دونه دونه با شکل، با حل، با وایس کامل توضیح دادم و مجموعه رتبه اول که خب کلی اطلاع رسانی داره. بریم سراغ تست اولی. تست یک چی میگه؟ میگه در ویندوز با فشار دادن کلیدهای آلت و تب در کیبورد کدام گزینه زیر نمایش داده میشه؟ دوستان تمام این شورتکات ها رو بنده توی کانال خصوصی کامپیوتر به طور کامل توضیح دادم. برای هر نرم افزاری توضیح دادم، برای ویندوز هم توضیح دادم به طور کامل. حالا در ادامه برای پاورپوینت یه گوشه ای از اینا رو همینجا خدمتتون توضیح میدم که آشنا بشید با کانال خصوصی. ما اونجا کامل گفتیم که اگه ما آلت رو نگه داریم و تب رو بزنیم، هر بار که تب رو فشار میدیم میتونیم بین صفحه های مختلف که باز هستش، بین پنجره های مختلف که باز هستش سویچ کنیم و هر کدوم خواستیم سریع انتخاب کنیم. این شورتکاتی هستش که در واقع باعث میشه ما بتونیم بین پنجره های مختلف سویچ کنیم و همه پنجره ها رو ببینیم و یک کدومش رو انتخاب کنیم. بنابراین گزینه ب پاسخ صحیح تست اول هستش. بریم سراغ این تست. هم دقیقاً تست 307 کانال عمومیه. ببینید دوستان، میگم این کانال عمومی رایگان هستش، کاملا رایگان. توی تلگرام شما این آدرس رو میتونید سرچ کنید، دیار حسینی _C، و عضو همیشگی این کانال عمومی من بشید که ببینید دقیقاً این تست کپی پیست شده بود از کانال عمومی من. تست شماره 307 هستش، میتونید برید ببینید. خب بریم سراغ تست دومی. تست دوم چی میگه؟ میگه در پنجره پیج ستاپ در نرم افزار ورد کدوم گزینه جهت کاغذ رو مشخص میکنه؟ خب من همیشه گفتم اون سری از دوستانی که زبان خوبی دارن معمولا کامپیوترشون هم خوب هستش، ولی ما اصلا به این موضوع توجه نمی کنیم و همه مطالب رو توضیح میدیم و بنا رو بر این میذاریم که هیچ کدوم از عزیزانی که عضو کانالای ما میشن سعی زبان خوبی ندارن و خودمون رو موظف میدونیم که همه مطالب رو تدریس کنیم. توی کانال خصوصی خب بنده اینو کامل تدریس کردم، ازش هم تست تر کردم و همینطور که از اسمش هم مشخص هستش اورینشن هستش که جهت کاغذ رو تعیین میکنه و دو تا حالت ما میتونیم انتخاب کنیم، یا پورتریت هستش یا لندسکیپ هستش که به صورت در افقی عمودی رو ما اونجا تعیین میکنیم که صفحه به چه صورت باشه. بنابراین گزینه الف اورینشن پاسخ صحیح هستش و جهت کاغذ رو توی ورد از بخش اورینشن باید انتخاب کنیم. خب بریم سراغ تست سوم. تا الان که تست‌ها خیلی خوشگل و ساده و عالی بود. کدام گزینه زیر در نرم افزار ورد باعث میشه سطر اول یک جدول در صفحات مختلف در صورتی که تعداد ردیف‌های جدول به گونه‌ای باشد که بیشتر از یک صفحه رو شامل بشه تکرار میشه؟ خب این رو هم ما ازش تست حل کردیم توی کانال خصوصی، کاملا تدریسش کردیم. اینو میگم که بدونید کانال خصوصی کامله، یعنی کسی که عضو کانال خصوصی ما هستش محال تستی باشه و اون نتونه تست رو جواب بده. اطلاعاتی که در اختیارتون قرار میگیره کامل هستش. ما یک جدول داریم، این الان صفحه ورد دیگه، یک جدول داریم و این جدول میخوایم توی تمام صفحات تکرار بشه، یعنی جدول ما اینقدر طولانی هستش که میفته صفحه بعد و ما نمیخوایم هر دفعه که ستون ها رو داریم نگاه میکنیم برگردیم صفحه اول ببینیم این لیبل این ستونه چی بود، چه اطلاعاتی رو داره نشون میده و این لیبله یعنی اون هدره توی همه صفحه‌های تکرار بشه. خب برای این کار دوستان باید از این گزینه استفاده کنیم، repeat header row، که خب توضیحشو دادیم و خیلی ساده هستش.
حالا چون نرم افزار ورد همینجا باز هستش خواسته باشم یه توضیح هم بدم. اینجوریه، ما میایم توی ریبن اینسرت یک جدول تشکیل میدیم، حالا هر تعداد بود مهم نیست. میریم توی تیبل پراپرتیز و از اینجا توی در واقع تب رو انتخاب میکنیم. توی تب رو یه گزینه داره repeat as header row at the top of each page. این گزینه رو که ما انتخاب بکنیم این هدره توی تمام صفحات تکرار میشه. یعنی یک جدولمون خیلی سطرهای زیادی داشته باشه که توی جدول توی در واقع صفحات مختلف قرار بگیره، هدر رو میاد هی تکرار میکنه. خب اینم از اینجا بودیم. خب بریم سراغ تست 4. در شکل مقابل شکلمون اینجاست. تنظیمات مربوط به پاراگراف بندی متن در نرم افزار ورد نمایش داده شده. خب در کدام بخش میتونیم فاصله بین دو خط در یک پاراگراف را تنظیم کنیم؟ بخش 1، بخش 2، بخش 3 و بخش 4. ببینید دوستان، حالا احتمالا زیر این لوگوی کانال من هستش، خب ولی این توی ریبن هوم توی بخش پاراگراف یه زبانه کوچولو این زیر هست. ببینید این زیره، حالا نمیدونم دیده میشه یا نه. روی این که بزنید پنجره به نام پاراگراف باز میشه که خب قسمت های مختلف داره. از این قسمت دوم که نوشته لاین اسپیسینگ شما میتونید فاصله بین خطوط رو تنظیم کنید. هم سینگل هستش، هم نمیدونم 1.5 میتونید فاصله رو تنظیم کنید و الی آخر این تنظیماتی که در اختیار شما قرار میگیره. پس بخش 4 هستش و گزینه 1. اینم دقت بکنید دوستان، این بخش 1 و 2 و 3 و 4 رو ببینید برعکس گذاشته. این طراح خیلی آدم ناقلایی بوده، چون میخواسته وقتی شما 4 رو انتخاب کردین خواه ناخواه ذهنتون میره که گزینه دال رو بزنید. اینو دقت داشته باشید که برعکسه، پس گزینه الف درست هستش. بریم سراغ که توی کانال خصوصی هم توضیح شد دادیم. بریم سراغ تست 5. تا الان هم که آزمون سوپر ساده بود دیگه. در نرم افزار ورد، چقدر نرم افزار ورد توی آزمون ها مهم هستش، اینو دقت داشته باشید، خیلی مهمه. در نرم افزار ورد اگه بخوایم اندازه سلول جدول با اندازه متن وارد شده تغییر پیدا کند، کدام گزینه مورد استفاده قرار میگیرد؟ ببینید دوستان، حالا بماند که اینو داخل کانال خصوصی گفتم دیگه، اینجام ننوشتم ولی خب دیگه داخل کانال خصوصی اینا رو تدریس کردم. ما قسمت های مختلفی رو در اختیار ما قرار میدیم زمانی که جدول توی ورد ایجاد میکنیم. یکیش اوتو فید ویندو هستش. یعنی چی؟ یعنی میاد ابعاد جدولمونو به اندازه خود صفحمون میکنه، یعنی اون اندازه‌ای که مجاز هستش و روی این خطکش ها تنظیم کردیم، ترازبندی میاد تا اونجا جدول رو امتداد میده. یک بار هستش نه، ما تنظیم میکنیم، میگیم به اندازه متنی که من داخلش مینویسم بزرگ باشه. یعنی اگه فقط قرار بنویسم 1 که خیلی عرض کوچیکی میخواد، همینقدر باشه، پت و پهن نباشه سلولم. این در واقع این که ما بتونیم تعیین کنیم که با توجه به متن عرض سلول تغییر بکنه، با استفاده از اوتو فید کانتنت این اتفاق میفته و گزینه ب درست هستش. دیگه این هم نکته جالبه، هر چقدر که نیست بیشتر تایپ میکنیم چون متنمون طولانی تر میشه، هی عرض سلول هم بیشتر میکنه. این خیلی جالبه. تست 6. گزینه وارپ تکست در نرم افزار اکسل چه کاری انجام میده؟ خب وارپ تکست خیلی مهمه دوستان، توی کانال عمومی بهش اشاره کردیم، توی آزمون‌های اخیر بوده ما حل کردیم، خیلی آشنا هستش و توی کانال خصوصی هم تدریسش کردیم. عزیزان دقت بکنین، من چون اینو خیلی گفتم دیگه نیاز نیست دیگه تکرار کنم به نظر من و کامل هستش. حالا اینجا خلاصه بهتون میگم دوستان، وارپ تکست زمانی که شما توی یک سلول توی اکسل یک متن رو مینویسین و متنی که نوشتید خیلی طولانی میشه،
سلول یک ابعاد کوچیکی رو فقط میتونه نشون بده دیگه، درسته؟ بقیهش میره تو سلول های مجاور، دیتاش تو اون سلول نمیره ولی نمایشش تو اون سلول های مجاور نمایش داده میشه، یا هم نمایش داده نمیشه اون قسمتش، با اینکه جزو سلول هستش ولی نمایش داده نمیشه. خب برای که این موضوع اصلاح بشه ما میایم وارپ تکست رو برای اون سلول فعال میکنیم. چه اتفاقی میفته؟ ادامه اون متنی که تو اون ابعاد سلول که تعیین شده قرار نمیگیره خودش میره توی سطرهای بعدی سلول قرار میگیره و یه خورده سلول رو در واقع بزرگتر میکنه که بتونه نمایش بده، ولی طولش رو بزرگتر میکنه، ارزش رو بزرگتر میکنه که بتونه در واقع نشون بده کل متن. این به صورت خودکار این کار انجام میشه اگه گزینه وارپ تکست رو فعال کنی. بنابراین گزینه جیم درست هستش. اونایی که زدن تراس کردن متن در سلول، نه اینطور نیستش، بلکه بهبود عملکرد، نه، یعنی وارپ تکست برای نمایش استفاده میشه، هیچ تغییری توی اطلاعات و ساختارش ایجاد نمیکنه، فقط بهبود نمایش هستش و گزینه جیم درست. حالا اینجا من توضیحات کوچولو براش نوشتم، از کانال خصوصی کپی کردم، جالبه بخونید. تست 7 برای نمایش ردیف‌های منتخب در یک فایل اکسل از کدام گزینه استفاده می‌کنید؟ خب دوستان عزیزم، مبحث فیلتر یکی از بخشایی هستش که توی کانال خصوصی ما بهش پرداختیم، خیلی مفصل هستش و نکات زیادی داره، ولی خب برای پاسخ دادن به این تست باید بدونیم که فیلترها دقیقاً همین کارو میکنه، از اسمش هم مشخصه، یعنی ما میایم چند تا ردیف رو انتخاب میکنیم، چند تا سلول رو یا انتخاب میکنیم و اونا رو نمایش میدیم. خب این کار توسط فیلتر انجام میشه، یا تغییراتی خواستیم اعمال کنیم با استفاده از فیلترها در واقع میتونیم به اون هدفمون برسیم. بنابراین گزینه دال پاسخ این تست هستش. خب تست 8 کدام یک از توابع زیر در نرم افزار اکسل مربوط به شمارش سلول های انتخاب شده و داره یک شرط خاص می باشد؟ خب ببینید دوستان، ما چند تا تابع مختلف داریم که کارشون شمردن هستش. حالا اینایی که کارشون شمارش هستش چه ویژگی دارن، چه سلول هایی را میشمرن؟ ما باید انتخاب کنیم. توابع مختلفی هستش. یکی کانت هستش که کارش چیه؟ سلول های عددی رو میشماره، یعنی اینایی که متن داره هیچی، اینایی که عدد داره رو میشماره. اینجا حالا یک توضیحاتی برای اینا دادم. خب یعنی سلول هایی که عدد دارن اینا میشماره، مثلا اگه 10 تا سلول دارید که توشون عدد هستش اینا رو میشماره. کانت A دقیقاً کار عکس اینو انجام میده، یعنی سلول هایی رو میشماره که دارای داده هستن. حالا اون داده میتونه عدد باشه، میتونه هرچی میتونه باشه، ولی داده هایی که سلول هایی که داخلشون داده هستش رو میشماره و سلول های خالی رو کار نداره. کانت بلانک دقیقاً کارش اینه که همونطور که از اسم بلانک مشخص هستش، اون سلول هایی که خالی هستش و توشون هیچ اطلاعاتی وجود نداره اونا رو میشماره. میگه این بخشی که شما انتخاب کردین چند تا سلول خالی وجود داره. کانت ایف هم که همونطور که از اسمش مشخصه، این ایف آخری به معنی اینه که ما یک شرطی رو بتونیم اعمال بکنیم و بعد از این ما باید شرطمون رو بنویسیم، مثلا داده‌هایی که چه ویژگی داشته باشن رو بشمار، سلولایی که چه ویژگی داشته باشن رو بشمار. بنابراین پاسخ تست 8 هم این گزینه دال هستش. حالا اینجا توضیح دادم خدمتتون. تست 9 کلیدهای ترکیبی کنترل و ام در پاورپوینت چی کار میکنن؟ یعنی من کنترل رو بگیرم ام رو بزنم توی پاورپوینت چه اتفاقی میفته؟ خب دوستان اینجا رو توی تست اول خدمتتون گفتم در مورد شورتکات ها. ما شورتکات ها رو خیلی جدی گرفتیم توی کانال خصوصیمون. چرا؟ چون محال و ممکنه شما آزمونی رو پیدا بکنید که توی اون آزمون در مورد شورتکات ها از شما نپرسیده باشن. بنابراین خیلی مهم هست. حتی انقدر فراوانی شورتکات ها زیاد بوده که بعضی
قسمت ها من گفتم که این شورتکات رو بخونید حتما میاد، خیلی مهم هستش. خب حالا این یک بخش از شورتکات ها خیلی طولانی تر هستش ها. یک بخش از شورتکات های مربوط به فصل پاورپوینت رو من اینجا عکس گرفتم براتون قرار دادم. ببینید تمامش رو من اینجا قرار دادم. خب اینجا کنترل ام رو من گفته بودم خدمت دوستان کلید میانبر اسلاید جدید در پاورپوینت، یعنی با این یک اسلاید جدید میتونیم ایجاد کنیم. یعنی کنترل بگیرم ام رو بزنم تو پاورپوینت، یک اسلاید جدید برای من ایجاد میشه. بنابراین گزینه الف پاسخ صحیح تست 9 هستش. بریم سراغ تست دهم. چه آزمون نازی. در تصویر روبرو نحوه نمایش یک فایل پاورپوینت در منوی ویو آمده است. کدام گزینه برای جابجایی و زمانبندی اسلایدها استفاده می شود؟ خب ببینید این که هر کدوم از این نحوه نمایش ها توی پاورپوینت به چه صورت هستش و چه اطلاعاتی رو در اختیار ما قرار میدن خیلی مفصل هستش. خب این دیگه جاش نیستش که من اینجا بگم چون خیلی طولانی هستش و یک بخش رو توی کانال خصوصی ما به خودش اختصاص داده. یعنی توی فصل پاورپوینت یک بخش کامل در مورد همین ریبن ویو هستش. خب ما زمانی که فایل پاورپوینت رو باز میکنیم به صورت پیش‌فرض نمایش اسلاید ها تو حالت نرمال قرار داره، ولی اگه بخوایم یک سری امکانات در اختیار ما قرار بگیره، مثل همین اطلاعاتی که متن ما داده، مثل جابجایی اسلاید ها و ایجاد زمانبندی برای اسلاید ها، یعنی بتونیم در واقع کل اسلاید ها رو ما داشته باشیم و اینطور نباشه که یک اسلاید فقط نشون داده بشه بقیه‌اش کوچولو باشه یا شکل دیگه ای. تمام اسلاید ها رو توی پنجرمون داشته باشیم. باید از در واقع نمایش اسلاید سورتر استفاده بکنیم. از اسمش هم کامل مشخصه دیگه، از شکلش هم مشخصه. ببینید تمام اسلاید ها رو برای ما نمایش میده و حالا همه اسلاید ها نه، منظور این که برای ما نمایش میده که میتونیم در واقع با چرخوندن اسکرول اسلاید های بیشتری رو ببینیم. پس گزینه جیم پاسخ درست این تست هستش. خب اینجا هم یه توضیحات کوچولویی براتون نوشتم. تست 11 اصطلاح اتچمنت در هنگام کار کردن با پست الکترونیکی به چه معنا هست؟ خب یعنی ضمیمه کردن. این کسانی که زبانتون خوبه شما باید کامپیوتر رو صد بزنید. خب یعنی چی؟ یعنی من این فایل رو اتچ دارم میکنم، دارم ضمیمه میکنم. ضمیمه کردن این هم دیگه داخل کانال خصوصی توضیح دادم دیگه، اینجا ننوشتم، سوپر ساده، ببینید خروسیه. بریم سراغ تست آخری، تست 12. کدام بخش از URL معمولا نشان دهنده زمینه فعالیت سایت می باشد؟ پروتکلش که نه هیچ ربطی نداره، پروتکل همون HTTP و اینا هستش. نام سرویس دهنده که هیچی، نام ثبت شده یعنی آدرسش و دامنه. خب دامنه هستش دیگه. ببینید مثلا اگه مثلا فرض بفرمایید edu باشه، خب نشون میده که یک مرکز آموزشی رو داره نشون میده، نمیدونم، یا مثلا دامنه های مربوط به کشورهای مختلف .fr .ir این موارد، یا مثلا شاپ باشه شاپ مربوط به فروشگاه هستش و دیگه هاست مربوط به ارائه دهنده خدمات اینترنت و الی آخر دیگه. اینا در واقع دامنه. پس میتونیم اینطور نتیجه بگیریم که دامنه هستش که به ما نشون میده این سایت مربوط به در واقع چه فعالیتی هستش. بنابراین به خاطر همینه دوستان وقتی شما مثلا با یک ژورنال ISI میخواید مکاتبه کنید یا مثلا به یک استاد خارجی برای بحث اپلای کردن میخواید ایمیل بزنید، اگه با ایمیل های گوگل و یاهو اینا پیام بزنید معمولا جوابتون رو نمیدن. چرا؟ چون ایمیل باید رسمی باشه و ایمیل باید ایمیل دانشگاهی باشه. چرا؟ چون اون استاده یا اون ادیتور مقاله باید بدونه کسی که داره باش صحبت میکنه یه آدم دانشگاهی هستش و مرتبط هستش با یک دانشگاه. بنابراین .ac باید داشته باشه داخل آدرس ایمیلتون که نشون بده این ایمیل مربوط به یک شخصی هستش که با دانشگاه در ارتباط هستش.
اینا در واقع زمینه فعالیت شما رو داره نشون میده و در واقع نوعی اعتبار میده به شما. پس دامنه ها خیلی مهم هسته. شما اگه خواستید سایتی داشته باشید حتما به دامنش خیلی باید توجه. خب دوستان تستا تموم شد. 12 تا تست بود مربوط به آزمون استخدامی زندان ها که 10 اسفند 1403 برگزار شد. سطح تستا خیلی پایین بود، یعنی من فکر میکنم که کسی که واقعا یک دور توی کانال خصوصی من بوده و فقط یه بار ویدیو رو دیده باشه، یک بار که 15 ساعت ویدیو هستش، یعنی 15 ساعت کلیپ نگاه کرده باشه، این آزمون رو 100 میزنه. واقعا 100، یعنی کمتر دیگه وجود نداره. همین الان که من دارم حل میکنم خیلی از دوستان بهم پیام دادن که امروز آزمون داشتن و گفتن که ما این آزمون رو 100 زدیم و هنوز شما حل نکردید. ما مطمئنیم که همه رو درست زدیم، چون رفتن تو کانال خصوصی چک کردن دیدن درست هستش. سطح آزمون پایین بود. ببینید دوستان، واقعیت اینه که کامپیوتر معمولا خیلی ساده میگیرن و حیفه که شما کمتر از 100 بزنید. یه مقدار تلاش بکنید. همین ویدیوهایی که براتون میذارم رو نگاه بکنید، فوق العاده هستش. میتونید به درصد 100% فکر کنید. هر سوالی مطرحی بود حتما توی پیوی توی تلگرام از من بپرسید. آدرس من اینه توی تلگرام @drhoseni_mas. من شماره موبایلم هم اینجا براتون مینویسم که هر سوالی داشتید میتونید با من تماس بگیرید. من در خدمتتون هستم. 0915 338 71 12. هر سوالی داشتید این شماره موبایل من هستش، هم میتونید تماس بگیرید، هم توی تلگرام با این آیده بهم پیام بدید. عضو کانالای عمومی من هم بشید. در مورد کانال خصوصی هم اگه سوالی مطرحی بود حتما یا تماس بگیرید یا توی تلگرام به این آیدی بهم پیام بدید. موفق و مؤید باشید دوستان عزیزم. خدا نگهدار.